هلکسته نی همشه شما واجهانه وقتها وجه یه ساعت چله جای وشا یه پناه یه پیر سال 100 ساله یا جاگه کشن شور دورده که مهرنگار به وقت سحر شانتگی مرتد جمله ارکان دولت در ماتم نشتن و تهیه و تجهیز تکفین کت و امیر هم چوب صبح در بارگاه نوشیروان عد چه دورا یه آوازی اشکت که دستار به زمین نجد و تا چسبا به زمین دویده گریه زاری کته جامعه پارا کو در ماتم مهرنگار نشت تمام گردان عربا موافقت کتو گریه زاری کته مگه لندهور که گریوگ نزان گریوگی نزان حیران به هر طرفی چاره و منظره تماشا کت عمر امیه به جانب لندهور تماشا کت و گوشتی شد چه کنه تو پرچه نگریوه ای سرندیبی امیر در ماتم نشته من گریوگ انتا پرچه نگریوه زاری نکنه لندهور گوشت من گریوگ نزانم 4 روزه که من پیدا بیدم هیچ من نگریتا عمر امیه گوشت اگر گریوگ نزانه تو باید که هرگاه خاشاک و خشت دار هر چیزی دستا رسی برسی بگر بود سر بدم گریوگ همه پیمه بعد وجه لندهور همه پیما وجه خاک گجم که بود سری رد کو کسانی که من از نگاه یاد کنم چه گرد خاکا بود آنی درو خراب کو لاته چه زخم خالودی کو زخم کو از بس که خشت داره چیزی هر چی دیتی بود سری جا درو مردم مجروح بودن تمام مجلس ماتم بید کندگاه بیهوش بوده امیرا با عمر امیه گوشت ای دوست مکار ما ماتم مهرنگارا کنده این چه بازی هستین تو که خنده کنده مگر شرم نیست عمر امیه گوشت چون ماتم دروغ باطلی هستین در این ماتم مسرگی کنک اولی جای کنده که امیر گوشت چطور تو فهمه که ماتم دروغ هستی عمر امیه و هرچی هستین ترا معلوم بیتین امیر زاند که در یک کار مطلبی هستین صبر کو پس شاهی و تکفینا که پارک بیتا و جب پیرزال ما تابوت ایر کتو جنازه زود امیر هم با همراه تابوت روان بید تا در دخمه کباد شهریار که رستم یک گوری جته قبر وجه کود که